ما مرگی اصلا در کار نداریم. مثلا این مرگ رو از شیطان اختراع کرده. اصلا من نمیدونم مرگ از کجا اومده. هیچ جا در قرآن نگفتن شما میمیرین که. گفتن هر چه صحبت مردن شده گفتن که شما میریم پیش پروردگارتون. گفتن ثم تردون الی عالم الغیب، میبرنتون میشه عالم غیب. کی گفتن که تو نابود میشی؟ مرگ رو به معنی نابودی نگرفتن که هیچ وقت. مرگ رو به معنی گرفتن که تو داری منتقل میشی. این همه مرگای قبلی تو ببین که مردی بعد بدتر شدی، بدتر شدی، بهتر شدی، وضعیت بهتر شده. قبلا در جنین بودی مردی، حالا باز دوباره اومدی تو این عالم بزرگتر. از این عالم هم باز میمیری تو عالم بزرگتر. بنابراین قصه ای نباید بخوری. انسان وقتی متصل میشه به پروردگارش دیگه قصه ای نمیخوره. چرا؟ اینکه به مبدأ شادی برخورد کرده. ما هم پرتو جمال او هستیم. وقتی نفخت فیه من روحی، از نفس خودش در من دمیده، نفس او که فانی نیست که جاودانه است. بنابراین من چه قصه‌ای دارم که چه مرگی در کار بیاد.